ناخودآگاه غیر از اینکه ما شما بخوایم در مکتب یک افغانستان کوچک بوده. همین نزدیکترین دوست ما که در پروفایل ما میشیشت، ما از این سر افغانستان، او از اون سر افغانستان. اونم قسم بین هم صنفی ها که 40 نفر 50 نفر در صنف می بودن، چه یک فضای دوست داشتنی. هیچ کس پرسان نمیکرد که تو از کجا هستی، من از کجا هستم، یا کدام زبان از صحبت میکنی یا ایترس. صمیمیت زیاد بود. صمیمیت یا بسیار زیاد بوده و این اینم قسم کاپی پیست در پانتون، کاپی پیست در محل کار، کاپی پیست در بین مردما که در جامعه مدرآمدی، دکاندار، همسایه، یعنی کلگی این نشان دهنده عزیز دوستا که یک پیوند بسیار عمیق در بین ما وجود داره که اینمی واقعیت ماست. و چیزی که مشنویم و گپ میزن مرگان خنده میگیره دمی مجازی، صفات مجازی خواهد نیست دیگه، نامش مجازی است. دوستا که دشنام میتن و بعضی موارد که یاد میکنن و دیگه فقط پیسه به خاطر از اون میگیرن کدوم تا کار کنن که او بیخی تعدادش انگشت شمار و همیشه بوده. اما حقیقت ما همی است. 100% حفیظ جان از دوران مکتب تا صنف 4 و 5 7 شروع تا در دوران پانتون و تا می فعلا همی دقیقم دوستای مزار قوم و هزار جای است. بسیار دوستشان هم دارم و واقعا ازشان انرژی میگیرم وقتی کامرشون صحبت میکنم. هر تاش اما متفاوت بودنشان شیرین است، گپ زدنشان شیرین است، اما طرز فکرشان فقط خداوند ما شما رو متفاوت آفریده و اون خودش یک زیبایی است. دقیقاً. بله. بین دوستای ما از قوم تاجیک، پشتون، ازبک دوستای بسیار خوب دارم و در بین ما اصلا این سوال حرف نمیشه که هیچ کجا است. دقیق امی یک دفعه ما دمی چی دوستا دیدم دمی فیسبوک یک چیز ما پست کرده بودم درباره از این موضوع و بسیار پیام‌های خوب از دوستا گرفتیم و دوستا کامنتار ما خواندم به خاطر اینکه ما میره گفتم امی یک بار دمی باری حلقه دوستایتون فکر کردین؟ شما دوستایی که ما رو میبینین شما میره فکر کنین که کلگی کسایی که شما در ارتباط است بهترین هم دوستای جانانه شما هستن از کل افغانستان است. و هیچ وقت شما نگفتین که اینی از اینجا باشه و میگی دوست میشه، اگه نباشه نمیشه. یعنی ناخودآگاه همون پیوند ایجاد شده و قدر عمیق است که هیچ چیز او را از بین بردن نمیتونم. یک از دوستا یک کامنت منفی کرده بودن که برای پیش از این گپا نگردین، این ترستور است. یک کامنت منفی را کرده بودن. از او خاطر ما که رفتم در بین لیست دوستای از او شخص دیدم که 1000 نفر دوست داره و کلش از کل افغانستان. ما پس برش یک نشته کردم گفتم که دوست عزیز یعنی دوستای یک نفر تو برو ببین که آلیا را چطور خواهید دوست فرند کردید. دیگه کلش از کل افغانستان است. تو باز میای این گپ میزنی. دیدم که نفر دیگه چیز نگفته، یک چند موضوع دیگه نه خو صحیح است. گفتم خو همین صحیح که است، اینمی حقیقت ماست و واقعیت ما افغان ها اینمی است که جریان داره و سالهای سال جریان داشته. این ناگسستنی است. این پیوند قدر عمیق است که هیچ از بین نمیره و قوی تر شده میره و این دوستایی که از جای مختلف که ما میشناسیم روبرو میشیم، تصادف روبرو میشیم، دکاندار است، همسایه است، همسنفی است، در کار است، این همش از هر جای است و اینقدر نزدیک میشیم ما به یک دیگه، اینقدر دوستی محکم میشه که هیچ وقت سوال پیدا نشده و اینمی حقیقت ما افغان ها هست و انشالله همیشه خواهد بود. اول دمی افغانستان ما زندگی میکنیم، دمی کوچیک زندگی میکنیم در کابل، چون کابل یک جای است که از کل ولایت ها مردم درش زندگی میکنن. دمی کوچیک شما حساب میکردین که یکی بیادر از شرق، یکی از غرب، یکی از جنوب، یکی از شمال افغانستان و بهترین همسایا 20 سال 30 سال که حتی در مرده و زنده و خوشی و غم یکی دیگه شریک و حتی مثل از این که برادرت باشه، از خونت باشه، اونم قدر براتون نزدیک. این پیوندها دوستا هیچ وقت فراموش نمیشه و عمیق‌تر شده میره. در افغانستان نزدیکترین خورخندین دوستم یک دختر خانم هزاره بود که زیاد دوستش داشتم و زیاد پشتش دقم هستم. نمیفهم متاسفانه نمیفهم. اسمش وجیه است. وجیه جان یک پیام بانین در بخش هموطن روان کنین که خورخندین شده. ما زیاد پشتش دق شدیم متاسفانه. اینا تو من مثلا یک عکس ازشان ندارم. شاید 40-50 سال پیش بوده دیگه. وقتی که خیر باز همین دوستای نزدیکش وقت از یک دیگه پرسان نمیکنه. منتها استا رفته مثلا که باز یک کس میگه بیا که بریم در وطن ما یک میمونی کنیم. باز اون وقت میفهمه که والا میمونی ما را برد اینجا خیر است. یعنی از این ورسوالی است. از اینجا از غیر از دیگه یعنی این گپای از دوستا که سالها جریان داشته. اینا ثبوتایش هم از کلش گرد در
والا فعلا ما زیاد که ترکمنای عزیز و مایجه صمیمی شدیم که یک سال ما خواست به ما شاید ترکمنای همسایتان نزدیک باشه. همسایه‌های ما بودن که ماشاءالله زیاد فامیلای خوب هستن، دخترای خوب هستن و قدر کل فرهنگای ما، کل زبانای ما، کل اقوام ما هر کدامش زیبایی خود داره. ماشاءالله ترکمن‌ها هستن، ازبک‌ها هستن که زیادشان فامیلی رفت آمد داریم، تاجک‌ها، پشتونا، هزارامشون از دل ما شیرین هستن. ما مثلا خارج میاییم مهاجر میشیم اینجا دیگه چیزا اصلا هیچ وجود نداره. تشنه دیدن یک هموطن خود تا که میگی که در افغانستان زندگی کرده بودی، از افغانستان هستیم که دلت شاد میشه بغل بگیره. خوبش دل گفتی دیگه بهترین دوستای نمی قسم شما دوستا فکر کنید که از شما کدام دوستایتان بهترین دوستایتان است؟ از ای که اما افغانستان کوچک پیشتر مثال دادم و نمودم هر خانه هست. د ما هم هغه ښه ملګري ډېر راته نږدې ملګري څوک د هزاره ده. مثلا زه مکتب کې وم، د ما هم صنفي چې څنګ کې مې کېناسته هغه هزاره وه، مثلا تاجک و یعنی مثل کل اقوام ما شیرین هستن. اما مطلع ما شما که همیشه میگیم، همی گپ که میگیم همیشه همدلی از همزبانی بهتر است. پدر من یادم میاد که یعنی امو دوستایی که امو جانی میگن چی میگن که دوست عالم نداشته باشن. وقتی من نمیفهمیدم که از کجا هستن، نه پسان که ما فهمیدم که یا رفتیم میمانی یا ولایتشان رفتیم، او وقت فهمیدم که اویا بیخی از یک جای دیگه هستن. از هم کلچر و غذایشان فهمیدم میشن. قدر یعنی پدر من که از یا نزدیک دوستی داشت که میگفتی خیلی برادرها هستن و سالا مثلا 30 سال 40 سال 100% اینی دوستا حقیقت ما هست. خویشاوندی ها اینمی حقیقت ما دوستا و اینمی قسمی که شما در خانه ما رو میبینین، شما فکر کنین که نزدیکترین دوستایتان حلقه‌ای که شما هست که میشناسین یا رفت آمد دارین در آمریکا، در دیگه جاها، در افغانستان درس خواندین، در جای کجا بوده دقیقاً که افغانستان کوچک میافین و همچنان دمی فرند لیست خود که برین، لیست فرندای خود در فیسبوک بسیار خوب جای است که در فیسبوک بری که یک نفر اگه کدام کامنت و غیره میته که بری فرندایش ببینی که یک افغانستان هم خواص شیشته کابه اینجا خو مزدم باز پس که میگیش که خود اونجا فرندایت کلش اون قسم از چی میگه نه واخو هستن دیگه واقع هستن کل کمتر است برصورت دیگه یشسن افغانستان تل دیو افغانستان زنده باد افغانستان زیبای ما با تمام رنگ و بوی و گلهایش یک کف بزنید افغانستان دیگه دوستا فصل چکر است و گرمی شده و میله است یکان ویدیوهای مثل تازه و مقبول در جای کشیدین یک شوروا میخوردین یا مثلا یک کلپاچه میخوردین کلپاچه میله کس نمیبره شوخی کردم یک کباب یک پیکنیک اگه در افغانستان هستین یا بیرون از افغانستان در ولایت ها هستین در هر جایی که هستین یک ویدیو برای هموطن روان کنین که اون فضای ملیتان و میمونیتان ما ببینیم دیگه هموطن هم بسیار بیروبار است سرش پیام‌ها به نوبت نشر میشه دوستا و حالا هم وطن